از بالای شانه و سمت راست رو مشاهده کرده است این ورزشگر با تجربه روز و این یک لحظه که واقعا تاریخی است. لحظه که بعد از گذشت حدود 11 سال به ورزشگران ما امکان دست داد که 2 تن از ورزشگران ما به مرحله فینالی به مرحله به دست آوردن مدال برنجی راه خط بگیرند و دنیس یلتسوف روز که نسبت به بهروز خواجه‌زاده با تجربه است و خواجه‌زاده بر مقابل این گونه ورزشگران یعنی تجربه پیروزی را دارد. حتی بهروز در این روزی رقابت ها بر مقابل حریفان غالبیت به دست آورده بود که در موقع جودوکاران جهانی یعنی زینه های بلندتر رو اشغال میکردند. از آن جمله اکیل گیاکووا ورزشگر کوسوواکی که در زینه هفتمی ریتینگ قرار دارد محض از دست بهروز خواجه‌زاده شکست خورد. یعنی امروز پهلوانان ما برای دیگر پهلوانان کشورها قدرت‌های جودوی جهانی را از صدر رو برداشتند تا پیروزی برای آنها درست یعنی سبکتر شود. و خواجه‌زاده بنا بر سبب از مربع خارج شدن شیدو پیشنهاد می شود و امید مدال برنجی و موقع سیومی طرفداران گوشتین جودوی تاجیک از بهروز خواجه‌زاده زیاد است و امروز گمان میکنم هزاران نفر یعنی جهد و تلاش بهروز خواجه‌زاده را تماشا دارند. ولی وزری این وزری که بهروز خواجه‌زاده به حریفش واگذار کرد هنوز انتهای کار نیست. بهروز باید ابتدا از این کنسیتسو وزه یا اصول دردناک رها جوید. دست خواجه‌زاده را واقعا خیلی محکم داشت. ببینید چگونه از هر دی دست خواجه‌زاده محکم داشت و بعدا همان روش معمول را استفاده کرد. بیشتر از 1.5 دقیقه دیگر خواجه‌زاده امکان دارد تا از این امتیازی که به حریفش واگذار کرده است جبران کند و به هر دو ورزشگر شیدو با سبب مقاومت نادرست و نگذاشتن همدیگر تا از کمیکت استفاده کنند. روش دوست داشتنی خواجه‌زاده اگر در همین لحظه های واقعا قیمت و وقوع بپیونده. ببینید چگونه راه گریز میکند دنیس یلتسوف از اصول پرتابی بالای شانه بهروز خواجه‌زاده و یک عمل کردی جذاب ولی نتوانست این بار. هنوز فرصت هست کمتر از 1 دقیقه دیگر هم باشد ولی فرصتی خیلی خوب هست برای یک اشی گرومه که خواجه‌زاده استفاده کرد. اگر در ثانیه های بعدی نیز از آن استفاده کند پس وقت برای او خواهد خندید. ولی دنیس یلتسوف نباید فراموش کرد که هم از لحاظ سن و سال هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ دستاوردها نسبتاً فرق کننده است. ولی این آینده جودوی تاجیک هنوز تسلیم نشده است، فرصت دارد و این دنیس یلتسوف است که موقع گریز از اصولهای بهروز خواجه‌زاده را میجوید. خواجه‌زاده در جویا شدن موقعی که چنگ به گریبان حریف میزند. ببینید اینجا باید به یلتسوف شیدو پیشنهاد کند در سوی داوران. ثانیه های پایانی وقتی اساسی و این هم راهی گریز از اصول خواجه‌زاده بهروز. در اینجا شیدو با دنیس یلتسوف و موقعیت رو خواجه‌زاده اگر تواند همانطور که بر مقابل بوتبول استفاده کرده بود پس مدال برنجی را نصیب خواهیم شد. ببینید چگونه راهی گریز میکند. ثانیه های پایانی موقعیت برای یک پرتاب کردن ولی خواجه‌زاده بهروز نتوانست همین موقعیتی که در لحظه های پایانی رقابت بود آن را استفاده کند. واقعا دنیس یلتسوف تا آخرین لحظه دفاع کرد، نگذاشت که بهروز خواجه‌زاده آن موقعیت را استفاده کند یک پرتاب کند. و هر حال به داوران نیست
ادای احترام باید گذاشت. اینجا گمان میکنم طرفگیری یکم نسبت ورزشگری روس به نظر میرسید، چون که بهروز خواجه‌زاده در لحظه های آخر در دقیقه پایانی خیلی فعال بود. اگر همین کمکاری ورزشگر روس دنیس یارسوف رو بینوبت میگرفتند با او 3 شیدو میدادند، یعنی خانسو کمک مقررات مسابقه خود شکسته میشد، پس غالبیت به بهروز خواجه‌زاده نصیب میگردید. ولی چیلوچ داوران خود خوب قضاوت میکنند. ویدیو داور هم اینجا در نوارهای تدریجی بارها هم نشان داده می شود. ببینید چگونه اصول پرتابی سرشانه و این یک زیدی حمله بود. از یک زیدی حمله استفاده کرد با یک اشی گروم حلوک از بیرون با هر دو دست. اگر گمان میکنم یک دستی خواجه‌زاده اگر تای چنگی دنیس یارسوف نمی بود، پس این موقعیت به وقوع نمی پیوست. بار دیگر در زاویه های دیگر ببینید. ولی ما هنوز از مدال برنجی امید داریم، جایی که محمد بیکوف سامان دیگر پهلوان تاجیک